یا مردم با بلا اینا در میمونو. خب چه کار کنم خو؟ کمتر همیشه زودتر خلاص شم اینا. اما اینجا ملچینی که نیم که گور رفته اون دستامه و درد آمده. بابا آتیش نکو که این دفعه پیش به اضاف شده. چه کاره به که خدا دیفتیدی؟ و کل فندقی کمتر میندختی اماق زمین دزی تو. بالو گپ موش ندی برو خو اندازی خو مندا کماق زمان بود تو اینا جوش تفتی آخه. لا وخی بدی وخی خو کمتر میندختی هم اینا رو خو. برو آتش کو برو. سعی که تو دامانه برفته تازی میگه کمتر آتش کن. آتش کن دیگه چه کار میکنیم اینجا؟ بابا بوی سوختو اشکان زی خو گپ موش میگری. که یه زودتره که تو یخ که. بابا اقدار فیستیس نکن من چه جون که نمیدو. وقتی بوی سوختو من اینجا. نمیتونی برو مساق که من مادر خود بیاش یا خودی مکار. برو بیا. بابا امریکانی ما بکنیم. من یه دم آتیش همه رستان میکنم تو بیا آتیش کن. بیا وقتی بیا اینجا بیا اینا بالا میکشم کمتر میندازم وقتی. من خیلی تو برخشونی یادم بگو یه کارو بکن یادم بگو یه کارو بکن. خود تو هم جای دو خردم یاره من اشتباه کنم که میته کارگری بیانم که خودی من کار کنه اینجا. بیا اینا بالا کشم کمتر میندازم بیا. شکر زنده باشه. امی تلنگام برات شما کنده بود مامان نوروز. شهر خیریته. برات نگردن که خیلی دست شما گیره. مامان نوروز. ما که میفهمیم دیگه حالا وقت شیلی های دیگه ما همیت آماده کرده که شیلی جوش دفت میدادیم. بفهمیدین؟ کجی رو بیا آورده بودم خودی ما کار میکردم اینجا. برات نگردن مامان نوروز که رنج شده ما دست ازی. چرا؟ همیت رنج شدم که بیزار شدم که دیگه ما کجی رو خود بیارن که خودی ما کار کنه. مامان نوروز کجی بیا آورده بودم که خودی من شیلی جوش دفت. سر تیوه ششته بود. اگه یک من شیلی میرختم میگفت اینا زیاده. اگه نیم من میرختم میگفت اینا زیاده من نمیتونم. آخر وقتی کجی رو آتیش کو. بدم آتیش اشته هم یک کپه میندازم نمیتونم این داغ خیلی. لالا. آخر بگرفت مانو سر تیوه پس تو بوشوندم یک گلاس شیلی من داختم گفتم بسم یک گلاس دیگه من داختم گفتم بسه. یاره میده گفتم وقتی که دوم به خیرات شوردی وقتی که دیگه تو اینجا نبینم آخر میته مجبور شدی کور رخصت کرد ما روز نمیتونست عباس نفر وسط ور افتادی دیگه نفر پیدا نشد نفر ما روز حالا کم بیا نمرات شما و بچه شما که بیان خودم اینا خلاص کنیم یعنی عباس مکنه میرسون لالا پاک پنجه در لالا قصدین وردشون که دستور جمع کنم خوب باشه حال مشکل نداره خودم سبا گورینی او میده گورینی میکنه برو ما روز بی کارم حالا گیلاک تو میتونی پیدا کنی گیلاک کیلاک بچه شما یک کارگر حال دیگه حال کاسه بگه برات نگدی ما نوروز نیه خوب کاسه بدید مورم بدید دور ببرک باک من امروز تا شما اینا رو خلاص کنم با صبح خمیان سر کار شما میاد او به کجایه ها گیلاک من سارا شاید به من سارا باشی بره بره یار ما روز اگه شما خود میتونستین بیکار کنه خب گفتم اگه همین دو پاک پنجه ساعتی بابا نبوده واسه صبح او میده اینا رو گو میرانه خب من میرم بچه شما گیلاک پیدا کنم مشکل نداره میبرم خدا هر که پیش ببره خودم بفهمیدم سارا بگر باکم پیدا کنیم سارا سرزمین شما نه شاید نه سرزمین باشه من تو سرزمین شما اگه بود میگم برای بیا اینجا خودم کار کو نتونست خودم همین شیلی های شما عباس کجی رخصت کرد نتونست بیا کجی چی کجی میگم عباس بلا سکو بگو شاعر گفته چمند گل به شب دل به خار بهاره
گلستان درگیره مجلس بکاره که گر زلف پریشانت پریشون شد مدر بیبیم خوشوم به چی خود خدا داده چی میگی تیاره کنه شیره ما کار دارم به من گفتی روز 3 کیلو برین به تو میدون 3 کیلو میدم بیا تفت بیا بره بیا لیلا بس فقط بگی نه بسر تندیر نانه پخته کردی داغه گیله وقتی لابیا وقتی که تو داغ شده وقتی وقتی چای خورن سر تو بخور یالی دیوم خود تو آتش کو داغ شده چای خورن بخور من تو تا نمازگار اینا رو پاک همه تحت میدم همین تو چای خو بیا به سر تو بخور وخی اونجا میتا تا چیز پرخاک میشه خب من میام میام گله همون تیا خوندن هم بکن لالا خوندن رقصی باشی یا بی رقصی؟ نه یله کو رقص اینجا جا رقصه چی کنم از غم تو همیشه با چشمی ترم کو به کو دشت به دشت اول و در بدرم لیلا 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 من تو کردیدم چکار گیله اما برق گرفتو عباس کوی وقتی اوش کنه سوز شلیا با مال به خوندن نکو عباس که میشه با تو به تحتوه بخل برق گرفتو که من زمستونی دیگه کیف میکنه عباس اش داری مثل کرسی نانیم می تو داغه کجیر دیونه نه تو نیست نه بدم بیاردم که شلی تفتنه توست بابا افتوره کنه که آتش کنه بالاخره رخصت کردم این کار گیله دیونه برو کار هر کس نیه خیلی گیله که بیا میدی اهو میفهمی چشم لعنه خو میگی چی بار کنه چی؟ امروز کمه چیز بار کنه لنگ مرغ مرده گوش کشین تو هم اشتیات صافه گیله تو که میرفتی نمیتونستی میگفتی مامه که من نمیتونم گیله گو گیلک کار عباس با گیلک بزشتنه همین گیلک ندیدین؟ نه دیدم نه چره؟ یالا را رمزون اگه من تاله میدشتم به سیاهشون خاله میدشتم من که خاله دارم به سیاهشون کی تاله دشتم؟ که جیر صبح بیاوردم به سر جوشه تفت و تو خودی رو بگیر کار کن به سر توی میشیش نمیتونه سر پیشی میسو خوب میگفت اینا خیلیه و تو برو آتش نمیتونست که اینا داغه بالاخره رخصت کردم بفتون گیلک آوردم گیلک بیام که تو میشه گیلک جوشه تفت به سر توی باشد و من آتش میکنم یک دمی نگاه میکنم دو دیگه من صبح جوشه تفت ندادم حالا یک دمی نگاه میکنم جیغ میکنم گیلک چکاره گیلک اینو صدا نیه وقتی سعی میکنم اصلا به سر این تاوا کس نیه حالا من تورتو گفتم خود تو که میرفتی میگفتی گیر عباس من نمیتونم من میرم به سراخو همین تپو که بدن برو کنه میری آخه خود مجبور شدم وقتی که بعد بپالم که پیدا کنم عباس جان سیکو اشتباه خودتونه اول کو کجیر به سر توی تف نمیتونه شیشته که سر پلوگ میره به تا پاک پخته میشه آتش هم نمیتونه آتش هم نمیتونه کرده که آتش لغت میزنه بسته سر و کله راه میسوزنه دیوم برارم این کار شلی جوشه تفتادن بزی بچه‌ها نادون و ساده نمیشه هر نفر به تعمی دیا مال سراغ میکنه به 2 من شلی روزموزی خودت تو کار میکنه تا به 11 به دیشب شلی تو که لنگا مکنده برات کارگر شلی هم اونجا پرتوه تو برات مال مفت میگردی برارم به 4 نادون میاری که کار کنه تو می لاف کنو بیکارم حداقل
یک 3 کیلو 4 کیلو برنج به خونه خوب ببرم. اگر اینا کارکن میبیدم بیکار به تعدی نمیگشتم. حال نفر چوب درخت وا میکنه میتراشونه اون نفر اختیار حالا میکنه. چیکار کنم؟ کار کنه. روز من شوم فی تورتوغم برم. من خلا هم دیرو نفر به تام دیو بر من تیر شدم اون تا کار داشتم سراغ میداد که لالا من بیکارم به 1 من نیم به 1 من شلی تا شوم کار میکنم. حالا من همین زور داره که چرا بجست آخه میگم که من نمیتونم میرم. من آتش میکنم تمام خیلی. تو ازوی میگی خب من به میگی لگم 1 ماه پیشتر گفتم هر روز 1 وعده 20 اثر زمینا ما دره کو بور به پاش گاوا من در روز 50 به تو میدم باور کن می کار 2 روز بکارو 30 مجلس برابر شد. اینا لقمه تیار کردن ما هم که بخورم. یک کم نمیتونم لا روز کسی هم نیه خودی حکومت. اگه نفر می که پول میدی برای یا پول نمیدم دیگه همون روز 3-4 کیلو برنج ببرم خونه خود خلاص دیگه. پول کجا پیدا میشه؟ کاش خیر خوشی نیه. ایتا میفهم که تا برفا به روی زمین بیایه تو کلوانگ بمیشه الیا خونی. همه مردم دره و زدی خود جمع میکنه. ایتا که تو کار میکنه هر روز 1 نفر